در جستجوی حقیقت، در جستجوی حقیقت. برنامه از رادیو کتاب. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. در جستجوی حقیقت، هنگام راستان در مسیر راستی. در جستجوی حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. جنرال محمود قاروف، مشاور نظامی دکتر نجیب الله، در کتاب افغانستان پس از سپاهیان شوروی می نویسد: با پیروزی کودتای هفتم ثور 1357 ارتش افغانستان شروع به از هم پاشیدن نمود، زیرا که جنگ بین ارتش و مردم افغانستان از همون رو شروع گشت. این جنگ تا درون کاخ ریاست جمهوری راه یافت و نور محمد ترکی که بعد از به قدرت رسیدنش القاب همچون نابغه شرق، معلم کبیر، فیلسوف و غیره کمایی نموده بود، به تاریخ 16 میزان 1358 بعد از 17 ماه حکم روایی به دستور شاگرد وفادارش حفیظ الله امین با بالش خفه شد. شامگاه ششم جدی 1358 برابر با 27 دسامبر 1979 هنوز رادیوی دولتی افغانستان از حفیظ الله امین به عنوان منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و رئیس شورای انقلابی نام می‌برد، اما محل اقامت امین در قصر تپه تاج‌بیگ تحت آتش شدید نیروهای مهاجم شوروی قرار داشت. ببرک کارمل از یک فرکانس رادیوی خود نزدیک به فرکانس رادیو افغانستان سقوط حکومت امین را اعلام کرد. سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشisتی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریالیسم امریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب را به شما شادباش میگویم. 13 سال بعد ببرک کارمل خود را قربانی جنگ سرد خواند و به حامد علمی، خبرنگار رادیو BBC گفت: نه تنها تو بلکه تمام خبرنگاران و ژورنالیستان در برابر من جفای بزرگ را مرتکب شده ایم. من اضافه از 4 سال در شوروی و چکسلواکیا زندانی بودم، ولی هیچ خبرنگاری درباره من گزارشی به نشر نرسانید، خصوصا ژورنالیستان مانند شما که خود را افغان میگویند. باید از روس‌ها میپرسیدید که رئیس جمهور ما کجاست و چرا به شوروی برده شده است. من از روز اول مخالف آمدن شوروی ها به کشورم بودم، ولی ما قربانی جنگ سرد شدیم. امروز تعداد از علما و صاحب نظران گرد هم آمدند تا ثابت نمایند که برای جستجوگران حقیقت هیچ چیز مهمتر از خود حقیقت نیست. جستجوی حقیقت هرگز موجب کاسته شدن قدر و مقام کسی که در صدد یافتن آن است نمی شود، بلکه به وی شرافت و بزرگواری می بخشد. یکی از دلایل نهادی نشدن قتل عام، ترور، وحشت و پناه بردن به اسلحه اختلاف روایت‌های تاریخی است. تجربه ثابت نموده که تکرار چنین روایت‌ها باعث تشدید عصبیت‌های ایدئولوژیک، قومی، لسانی و مذهبی می شود. جمع امروز در صدد است از بین این همه روایت‌های متناقض روایتی برای تحقق رؤیای صلح عدالت محور افغانستان شمول، مبتنی بر احیای اعتماد ملی پیدا نماید. یافتن چنین روایت بسی دشوار است، اما امیدوار باید بود، زیرا که چنین مجالس باعث ترویج گفتگوهای صلح‌آمیز و آرام می شود. اینجا لندن است و من از رادیو کتاب در خدمت شما هستم. نوبت اول را به امینی صاحب می سپارم. با تشکر از رادیو کتاب و با معذرت از بزرگوارای حاضر در جلسه که وقتشان میگیریم و تشکر میکنیم از اشتراک همگی. اگر به دقت ملاحظه کنیم هر کسی که از دوران یا از دوران پرتلاطم نسل ما باقی مونده باشه، دو نکته را به نظر ما قابل
یادآوری میدانم یک چطور شد که یک جنگ عمومی در افغانستان صورت گرفت یا جنگ چگونه گسترش یافت و در سر تا سر افغانستان همگانی شد و این یک درس است در تاریخ که اگر ازش آموخته باشیم برای حاکمان امروز هم گفته میتونیم که هیچ کس پایدار نمیماند. اینایی که امروز فکر میکنن ما پایدار و باقی هستیم، اینا باید از سرنوشت گذشته ها درس بگیرن. همین رقمی که امروز اینا فکر میکنن که ما امریکا رو شکست دادیم و دیگه شکست نمیخوریم، همین رقم حزب خلق هم وقتی که پیروز شد گمان میکرد ما شکست نمیخوریم. یک نشست در هاوانا بود، حفیظ الله امین اونجا رفته بود و کشورهای مختلف اروپای شرقی را دیدن کرد و بعد آمد در افغانستان در میدان هوایی سخنرانی کرد، گفت که دیگه ما پایه های قدرت خود به اندازه محکم کردیم که خدایتان هم نمیتونه از پیش ما بگیره. یعنی که قدرت خود جاودانه میدید و شعارشان هم می بود که چرخ تاریخ به عقب بر نمیگرده و یه انقلاب است که به اصطلاح به حساب جبر تاریخ آمده و همین رقم که کارل مارکس تعریف میکرد که جوامع مثلا از چی مراحل باید بگذره و در چی مراحل باید برسه و معتقد بود و گمان میکرد که ما هرگز شکست نمیخوریم و دیدیم که شکست بود. آنچه که ما در خاطره خود داریم است که جنگ در افغانستان بر اساس حاکمیت دیکتاتور منشانه حزب خلق و بر اساس حاکمیت یک حزبی که سابقه حکومت نداشتند، تجربه حکومت نداشتند، بیشتر کتابی فکر میکردن، بیشتر میتونن بگن که مقلد بودن، بیشتر اینا از کسایی تقلید میکردن که به قول خودشان انقلاب با قهر سر مردم تحمیل کرده بودن. فکر کنم اینا بجایی که از انقلابیون جهان باید می آموختن، اینا بیشتر از پول پوت و رژیم کامبوج در وقت تقلید میکردن که چطور قتل عام کنیم، چطور بکشیم، چطور کلامنار بسازیم، چگونه شکنجه کنیم و همین شکنجه ها و قتل عام ها و بگیر و ببند و ببرده پلیگون زیر خاک و اینا باعث شد که مردم در یک سر دورایی قرار بگیرن. کسایی که مثلا سرش در کلاهش میارزید، اونا همه فکر کردن که ما در یک وضعیت قرار داریم که یا باید بپذیریم ما را دست بسته شب از خانه ما ببره و فردا مثلا در پل چرخی باشیم، پس فردایش هم در پلیگون با بلدوزر زیر خاک کرده باشیم. یک حالت دومی که ما باید دست به قیام بزنیم و احتمالاً با قیام چهارسبای عمر ما طولانی باشه، ولی همه فکر میکرد که قیام همو کشته شدن همو کسی باورش نبود که ما در مقابل ارتش سرخ شوروی ایستاد میشیم و مقاومت میکنیم و میتونیم پیروز شیم. البته در اوایل ارتش شوروی نبود. این قسمت رو عرض کنم که خیلی ها هنوز هم به همو دهل میکوبه که در او وقت حزب خلق میگفت که کسایی که ضد ما مقاومت میکنه اینا یک تعداد فیودال است، یا مثلا اینایی که ضد ما مقاومت میکنه اینا جاسوسان بیگانه است، کسایی که ضد ما میجنگن اینا همگی اجیر بیگانه ها و اجیر همسایه های ماست. یک چنین چیز در اول نبود. میتونیم با زرس قاطع ادعا کنیم که سال 57 و 58 اصلا این نبود که مردم به اساس تحریکات بیگانه قیام کنند. بر اساس تحریکات داخلی حزب خلق مردم ناگزیر به قیام بودند، چون مردم راه دیگه ای نداشتند. راهش دو را عرض کردم پیش پای مردم مانده بودن، یا با بلدوزر زیر خاک کنه یا یکی در سنگر بره که بازم کشته شدند. به هر حال مردم راه دوم را برگزیدن و اکثرا در سنگر رفتن و همگی باورشی بود که اگر بشینیم در خانه خود و دست بسته تسلیم شویم کسی زنده نمیم. بنابراین گسترش قیام در مقابل حزب خلق از عمل بدی که خودشون کردن، از ظلمی که نسبت به مردم کردن آغاز شد، نه یکی از تحریکات بیگانه باشه. یک قسمت دوم عرض است که چطور شد که شوروی شکست خورد. بله، وقتی که ارتش سرخ آمد
خیلی کسا، خیلی از دوستای ما از حقیر که در وقت یکی از سنگرنشینا بودن میپرسید که حالی که ارتش شوروی آمده حالی هم شما مقاومت میکنین یعنی میجنگین؟ با ناباوری میپرسیدن. خیلی از روشنفکرها با ناباوری تمام میپرسیدن، چون دیده بود که ارتش شوروی در جایی نرفته که از اون شکست خورده برگرد. آلمان نازی را فتح کردن، چکسلواکیه را فتح کردن، در هر جایی که لشکر کشیدن پیروز بودن، دوامدار ماندن، کسی نتوانسته بود اونا را از مملکت خود خارج کنه. به او اساس همه با تعجب میپرسیدن که حالا مقاومت میکنیم؟ خب ما جواب دیگه نداشتیم، میگفتیم ما اگه مقاومت نکنیم چی کنیم؟ مقاومت نکنیم هم ما رو میکشه، اگه مقاومت کنیم هم شاید چهارسوای دوام بیاریم. ولی سرانجام یک حرف زدیم، یک بیرق را بلند کردیم، یک ندای آزادی سر دادیم و ندای استقلال مملکت سر دادیم و نخواستیم که زیر بار متجاوزین بریم. این ندا باقی میمانه اگر ما هم کشته شدیم. خلاصه ما گفتیم ما همین را انتخاب کردیم. چی ارتش سرخ نیامده بود میجنگیدیم، حالی که ارتش سرخ آمده باز هم میجنگیدیم. خب چطور شد که ارتش سرخ شکست؟ همونطور که شاید در جریان باشین، در اولین تهاجم که از زمین و هوا هجوم آوردن، ارتش سرخ 115,000 نیروی مجهز با تانک و توپ و آخرین سیستم طیاره های پیشرفته و اینا آمدن و افغانستان در بست اشغال کردن. شب که مردم خوابیدن، فردا از خواب بیدار شدن دیدن که بازارهای کابل، بازارهای هرات، بازارهای قندهار اینا پر از تانک است، مملو از تانک است. هیچ کس گمان نمی‌کرد که یک چنین تهاجم بسیار وسیع صورت بگیرد. کم کم در جریان جنگ گفته میشد، البته بر اساس گزارشی که پسان CIA منتشر کرد، این ارتش تا تعداد 130,000 نفر رسیده بود. 130,000 نفر در مقابل یک تعداد مجاهدینی که در اون وقت به اصطلاح پا برهنه بود، سلاح خوب نداشتن، سلاح اصلا بعضا نداشتن، یک سلاح خوب نداشتن و در مقابل مردمی که فقیرترین مردم دنیا بودن، در مقابل مردمی که جرم بجز فقر و تنگ دستی نداشتن، در مقابل از اینا یک چنین تهاجمی واضح بود که همه گمان میکرد که دیگه شوروی آمده و بر نمیگرد. اما چطور شد که شکست خورد؟ به نظر حقیر شکست شوروی، بعضی‌ها هنوز هم توجیه میکنه، میگه شوروی در اثر درگیری‌های داخلی و مشکلاتی که در داخل اتحاد جماهیر شوروی داشت افغانستان ترک کرد، شکست نخورد. شوروی مثلا پلان داشت که چیکنه و چنان کنه. همه ای حرفا را که کنار بانیم، یک نکته را بر شما میگم که جنگ یک واقعیت است که در روی زمین صورت میگیره. جنگ در افکار روشنفکران نیست. روشنفکران جنگ بر اساس تلویزیون و بر اساس برنامه‌های فیلمی که در مثلا در امریکا ساخته میشه یا در شوروی ساخته میشه، جنگ بر اساس فیلمایی که دیده و از سینما گمان میکنه این جنگ است. اما آنچه که در روی زمین به عنوان جنگ صورت میگیره و چیزی است که روشنفکران درکش از او عاجز است و اونا گمان میکرد که در این جنگ کسی نمیتونه پیروز شد و خیلی کسایی که طرفدار شوروی بودن فکر میکرد که ما نمیتونیم پیروز شیم. اما آنچه که در زمین صورت میگیره، من خدمت شما عرض کنم که در آخرین روزهایی که اتحاد جماهیر شوروی میخواست برای 2000 جبهه ضد اتحاد جماهیر شوروی در سر تا سر افغانستان وجود داشت. جبهه به گستردگی شرق تا غرب، شمال تا جنوب افغانستان وجود داشت. کدام ارتش در دنیا میتونه با یک چنین جبهه وسیع مقابله؟ شما فکر کنید که 2000 جبهه اگر هر یکی یک مرمی فیر کنه، در مقابل ارتش 2000 مرمی میشه. کدام ارتش در دنیا میتونه با جبهه بجنگه که هر آن و هر ثانیه 2000 مرمی علیهش فیر میشه؟ اگر هر یکی از این 2000 جبهه موفق شوه که در یک ماه یک از پسته های دشمن تسخیر کنه یا ولو در یک سال یکی از پسته های دشمن تسخیر کنه، معنایش است که در یک سال دشمن 2000 پسته را از دست داده، 2000 پایگاه مقاومت دشمن از بین رفته. بنابراین مجبوریت دشمن مجبور کرد، مجبوریت جنگ دشمن وادار کرد که باید افغانستان ترک کنه. به نظر من هر کسی که میخواهد به این تحلیل مردم برسانه که
ما مثلا اتحاد جماهیر شوروی شکست نخورده، بنده عرض میکنم اتحاد جماهیر شوروی شکست خورد. و برای کسایی که در افغانستان فعلا حاکم است، بر از اونام عرض است که از آه مردم، از مقاومت مردم، از ظلمی که بر سر مردم روا می‌دارید بترسید. مردم تحمل زیاد دارد، اما هرگاه مردم تحملش تا آخر برسه دیگه هیچ نیروی در مقابل این مردم مقاومت نمیتونه. ید الله مع الجماعه، دست خدا با مردم است. هرگز دولت قادر نیست در مقابل مردم مقاومت کنه. همون رقمی که حافظ الله امین میگفت، جناب آقای حکیمی رو میبینیم در میدان هوایی، دو وقت صاحب منصب بود، حتما بیانیه حافظ الله امین در میدان هوایی ایشان هم شنیده که میگفت ما دیگه قدرت خود به اندازه ما کم کردیم که خدایتان هم نمیتونه از ما بگیره. ایشان شاهدی از این مدعا است. و دیدیم که چگونه مردم تانست بر حافظ الله امین پیروز شد. و همچنین کسایی که فعلا در افغانستان حاکم است، اینا گمان میکنه که مردم از جنگ خسته است، ما مثلا ارتش امریکا را شکست دادیم، در حالی که همه میدانیم مثل آفتاب روشن است که در توافق با آمریکا حضرات تشریف آوردن، نه در جنگ با آمریکا. و یک بازی استخباراتی بود که ایشان آمد. همه از حرفا را کنار بگذاریم، بگیم که بله شما ارتش امریکا را شکست دادیم، پیروز شدیم، اما با مردم طرف نشید. ظلم بر مردم حد داد، جنایت علیه مردم حد و اندازه داد. کاری را که شما امروز انجام میتین، نه آبرو برای افغانستان میمانین، افغانیت ما را خدشه‌دار میسازین، نه آبرو برای اسلام میمانین، اسلامیت ما را خدشه‌دار میکنین، نه آبرو برای انسانیت میمانین، انسانیت جامعه انسانی را خدشه‌دار میسازین. بپرهیزید که مردم اگر قیام کرد، شما به آن واحد نابود خواهید شد. و السلام علیکم. بسیار تشکر امینی صاحب بزرگوار. رادیو کتاب یک رسانه بی‌طرف است. فرمایشات تمام مهمانا صحت و سقمش به عهده خودشان است. تلاش میکنیم حقایق تاریخی افغانستان روشن کنیم. فرمولی صاحب بزرگوار بفرمایید. با عرض سلام مجدد، یک جان سپاس جناب امینی صاحب، نوید صاحب، و از صحبت‌های امینی صاحب ما چیزایی را آموختم، گپ‌های نو را شنیدم که اونا خوب بودن که یکی دو روز یا یک روز پیشتر از دعوت شده بودن، آگاهی حاصل کرده بودن، یک اندازه آمادگی داشتن. من 2 ساعت پیشتر جناب ستیز مرا دعوت کردن که با این پروگرام بسیار مفید رادیو کتاب همراه دوستا یک جا شویم و تبادل نظر افکار داشته باشیم. همونطور که شما فرمودید جناب امینی صاحب، اول کودتای 7 ثور که به نام کودتا یاد میکنم، به خاطر از اینکه دوستا بهتر از من میدانند که انقلاب تعریف خود دارد و تعریف خود تو تغییر مثبت است که یک جامعه از یک حالت به حالت مثبت و پیشرفته تر ارتقا کنند و عوام با نیرو مردم و یکجا شدن مردم و رهبری با داشتن یک رهبری منظم. اما در افغانستان ما که دیدیم که تا 3 روز هیچ کس نمیفهمید که چی واقعا شده. یک تعداد با سرکردگی نظامیان فروخته شده چون جنرال قادر، جنرال رفیع، حبیب الله زرمتی و امثال هم دست به کودتا زدن و داود خان با فامیلش و اطفال خردشان و تمام اعضای زنانه و مردانه را شهید ساختن و به قتل رسوندن. این که چرا کودتای 7 ثور رخ داد، یکی از به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ اولین رئیس جمهور افغانستان سردار محمد داود یا داود خان شهید بود. او به خاطر از اینکه عناصر بسیار فروخته شده و جواسیس خلق پرچم در اطراف خود جا داده بود و چون مهرهای آستین اونها را پرورده بود که میتونیم از حسن شهر، غوث الدین فائق، جلالر و سایر اعضای برجسته حزب
به اصطلاح دموکراتیک خلق در 4 طرف داود خان شهید بود و علت از این دوستا ارزیابی میکنن و بعضی ها به این ادعا میکنن که گویا اشتباه داود خان بود در سفر که به مسکو کرده بود و با برژنف صحبت میکرد، چیزهای ناخراش و ناتراش و غیر قابل قبول و آمرانه که برژنف برش گفته بود، ای عصبانی میشه و دست به میز میزنه و میگه که من از یکی از جمهوری های آسیای میانه آمدیم، از کشور مستقل به نام افغانستان آمدیم و ما یک رئیس جمهور یک کشور مستقل هستم. البته پیشتر از او برای برژنف گفته بود که من میخواهم درباره بعض مسائل با خودت و طور خصوصی صحبت های داشته باشم. وقتی که عصبانیت رخ میده و مرتکب از آقای داود میشه، از دیپلماسی کار نمیگیره، سیاست کار نمیگیره، از حوصله کار نمیگیره، با تدبیر اقدامات بعدی را عملی نمیسازه، میخواه جلسه را ترک بره. وحید عبدالله پیش خواهش میکنه، امو نزاکت های دیپلماسی ایجاب میکنه که شما با اینا دست بتین، خداحافظی کنید. داود خان پس میگرده، امروی برژنف دست میته و برژنف برش میگه که چطور شد شما از ما خواهش کرده بودین که ما خود جلسه خصوصی چند ساعته می داشته باشیم. داود خان میگه باز هم اشتباهی دوم را مرتکب میشه که اگر همین واقعا صورت گرفته باشه که با گمان غالب صورت گرفته، که برش میگه من جواب سوال خود از شما گرفتم و همی که به افغانستان میایه حزب دموکراتیک خلق شاخه پرچم و شاخه خلق میر اکبر خیبر توسط عارف جیدو به قتل میرسانند و این به گردن دولت میندازند که گویا دولت که در راسش داود خان شهید قرار داشت این کشته و دست به تظاهرات میزنند. وقتی که در تظاهرات میزنن، یک گروه بسیار وسیع از جوانان خلق و پرچم و طرفدارانشان در شهر کابل دست به تظاهرات میزنن. آیسته آیسته دیده میشه که رئیس جمهور افغانستان تمایلات به طرف غرب پیدا میکنه و درد دل خود با عربستان سعودی و به اصطلاح امریکای جهانخوار میکنه. اونها برشان اطمینان میده که ما فعلا از توی حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم و عربستان سعودی به اصطلاح دادن چک سفید برای داود خان وعده میده. چون اطرافیانش اکثرا جواسیسی بودن که با سفارت روسیه مستقیم و غیر مستقیم در تماس بودن و این به حضور که به این فیصله میرسه رئیس جمهور افغانستان به اطلاع جانب شوروی میرساند. برژنف میبینه که مبادا افغانستان از ساحه تحت اختیار من که کنترلش تا حال به دست است و در صفحات شمال افغانستان هیچ نوع تفاوضات و تحقیقات علمی را از طرف جانب دیگر کشورهای اجازه نمیتم، همیام از پیش خارج میشه و به دامن غرب مفته و کودتای 7 سور برآمد. هرچند که جناح خلق و پرچم در جریان مبارزات دهه دموکراسی خود اظهار میکردند که ما ماجراجو نیستیم و اعتقاد به این داریم، باور به این داریم که از راه رشد خیلی سرمایه داری و مبارزات پارلمانی آهسته آهسته ما در افغانستان قدرت به دست میگیریم و تحول بزرگ را به میان میاریم. اما خلاف آنچه که میگفتن و به مردم وعده میدادن دست به کودتا زدن و وقتی که قدرت یا نو به دست میگیرن قسم کمونیست‌ها فرمودن آنقدر به خود غرم میشن، آنقدر به خود اتکا و اعتماد پیدا میکنن که فکر میکنن هیچ قدرتی در دنیا نخواهد بود که جلو از جا را بگیره. اما
دهه دموکراسی نکات مثبت را به میان آورده بود که یک تعداد جوانان را با سیاست آشنا ساخته بود. مردم میفهمیدن که کودتا چیست، انقلاب چیست، مداخلت چیست، دوستی چیست و اینا را مردم تشخیص داده میتونستند. با شعارهای مرگ بر روس و مرگ بر روس اشغالگر به پا خیستند و جبهات قسمی که گفتن تشکیل دادند. اما متاسفانه خیانت بزرگتر روس‌ها و حزب خلق و پرچم به نظر من این بود که توده‌های میلیونی مردم شریف افغانستان را به دامان امپریالیسم غرب انداختند. میلیون‌ها نفر به پاکستان و ایران مهاجر شدند و از اثر خیانت اوی اتحاد شوروی آن وقت و حزب وابسته به او که حزب دموکراتی خلق بود، مردم با دامان از اونو افتاد بودند و همین اشخاصی که از جمله یکی از خائنین به نظر من معذرت میخوام، من دوستا نظر مخالف داشته باشند، من به دیده احترام او را میبینم، یکی از امو خائنینه که همین در پروسه انتقال قدرت در دوحه برای طالبان هم رول فعال داشت. در او وقت باعث ترجمان در حضور ریگن اینمی تیکدارای دینی از پشاور با خود برده بود و در خدمت ریگن ترجمه میکرد که خواستای از یا چیست و برنامه های از اینا چیست. و این آقا زلمه خلیلزاده است. با این ترتیب ما میبینیم که متاسفانه جنگ آزادی بخش مردم افغانستان که مردم ما اشغال شده بود، اصلا روسا به خاطر از اینا آمده بودن که هدف و مرام اولشون این بوده باشه که جنگ ایدئولوژیک کنن و مردم عقایدش از بین ببرن، به کس اجازه ندن که به مساجد نره، حج نره و مناسک دینی خود به جای نکنن، بلکه اونا میخواستن باعث یک قمرشون افغانستان من حیثیت قمر اتحاد شوروی رو پیدا کنن به طور مستقیم و در تحت اوامر مستقیم اتحاد شوروی کار کنن. به این ترتیب غربی ها دیدن روس ها را چطور از پای بیندازن با کمک پولی سرسام آور ممالک حاشیه نشین خلیج و عربستان سعودی پولهای گزاف دادن به مجاهدین و سلاح‌های پیشرفته تا سرحد ستنگر در اختیار مجاهدین قرار دادن و اونهایی که در راه وطن جانهای شیرین خود از دست دادن و به خاطر وطن خود جهاد کردن روحشان شاد باشد. یک تعداد زیاد از این پاکا بعد از این که روس‌ها شکست میخورند از افغانستان را ترک میکنند، از افغانستان میبرند، دیگر سلاح خود را میگذارند بر زمین، چون جهاد فی سبیل الله کرده بودند در خانه های خود، در کشت و زراعت خود و در کار و غریبی که سابق داشتند برمیگردند. اما تیکداران دینی که آمدن، گروه افغانه از پشاور، هشتگانه از ایران، یک روز نشد که یکی از کشورهای کمک کننده به یا خارجی کمک کننده چون در ازشان ایالات متحده امریکا، پاکستان و ایران اینها را بشانه تا یک حزب واحد، یک مرام واحد، یک برنامه واحد جور کنند. اما طور به شکل افغانه و هشتگانه به افغانستان اینها را ارسال کردن. وقتی که در افغانستان آمدن، ما دوستایی که در اون لحظات و در اون سال در افغانستان تشریف داشتن دیدن که اینها در هر چهارراه یک پاچایی تشکیل دادن و یک نفر مجبور بود 7-8 کارت عضویت ای احزاب تیت و پراگنده را با خود می داشت، در غیر از او حیاتش در خطر بود. همین نیست پیشتر فرمودن، من با احترامی که با صحبتایشان داشتم بسیار مفصل صحبت کردن که امریکا را شکست دادن. امریکا را شکست نداد. این گروه طالبا امریکا شکست نخوردن، بلکه
اعتراف کردن و اعترافات تازهشان نشان میدن که جنگ اوکراین از سال 2014 شروع کردن و به خاطر که در اوکراین کمرشان نشکنه و موفقیت به دست بیارن و اتحاد شوروی را از هم پاشاند کرده بودن. روسیه فعلی رو هم مثل اتحاد شوروی بیشتر از این تکه و پارچه کنن. از افغانستان مزدور بسیار ارزان پیدا کردن که این مزدوران همین گروه طالبان است. یکی از صحبت‌های آقای ترامپ این بود که طالبان دشمنان ما نیستند، اینها برای ما می جنگند. گپ دیگهش مذاکرات دوحه یک درامه بود، یک نمایش بود. این مذاکرات صلح نبود. مذاکرات به خاطر از این بود کینیا را آهسته آهسته در اذهان مردم تغییر کرده و معرفی کنه و بگه به مردم که اینها ضد علم نیستن، زن ستیز نیستن و یا تغییر کردن، حال سیاسی شدن، را آهسته آهسته برشون باز کردن و قدرت به اینا امریکایی انتقال داد. دوستان با ابو صحنه های بسیار دلخراش و که واقعا به جای عشق باید انسان خون بگریزه گریه کنه به حال مردم وطن ما که چه قسم حتی انجینر و دکتر هم قدر فهم نداشت از بس که زیر تاثیر وحشت طالبان آمده بود که در تیر و بال تیاره خود کشال میکردن، میخواستن از وطن فرار کنن. امو تیاره که یک تعداد افغان‌ها را به اصطلاح میبرن از شر این سیادلا نجات میدن، با امو تیاره سران طالبان یعنی عبدی امریکایی رهبرای طالبان میاین به قندهار. این شکست خورده و دشمنی است. هفته 40 میلیون دلار به گروه طالبان میتد که اینا باید سقوط نکنن. این شما شکست خورده حساب میکنید که از اینا این قسم مراقبت میکنن، با اینا کمک میکنن. نت پرایس یکی از سخنگوی وزارت خارجه امریکاست، مثل که آقای سبنگانیست یا کسی هست که سخنگوی وزارت خارجه هستن. او از امریکا سفر میکنه، دستور میده بر وزیر استخبارات طالبان که باید از به دوحه بیاید. یک سخنگو به یک وزیر طالبان هدایت میده که بیاید برش فرمایشات که داره باید بگوید. و یا با ملا یعقوب دستور میده که بیاید به دوحه تا او بگوید که برنامه های بعدی چیست. من در نتیجه گیری خاطر از اینکه دوستان را صحبت هایشان بشنوم، حتما در انتظار هستند و هر دوست ما اگر مفصل صحبت کنه وقت باقی نخواهد ماند. و این نتیجه میرسم کم کودتای 7 سال انقلاب نبود و نتیجه اونمو کودتای منحوس و شوم بود که قدرت به دست گروه افغانه و اشغال افتاد. نتیجه همون کودتای شوم و منحوس بود که گروه طالبان امروز به قدرت رسیده که به خاطر از این کل ازیا بر اثر اعمال خائنانه ابو دخالت روسیه کودتای 7 سال این وطن فروش های دیگر دست توسط دشمنان افغانستان تربیه شدند و امریکا باز هم تکرار میکنه که شکست نخورده، بلکه پروژه های داره که از این بابت ما میبینیم پروژه هایش چیست و او پروژه مختصرا عنوانش هم میگذارم رفتن به طرف آسیای میانه و استفاده از منابع زیرزمینی ممالک آسیای میانه. تشکر از حوصله‌مندیتون که صحبت‌های تیت و پراگنده ما را که در عالم بدون آمادگی و آمادگی گرفتن خدمتتون عرض کردم. قربان شما شد. تشکر. یک دنیا تشکر فرمولی صاحب بزرگوار، خیلی تجارب خوب گرانبها. یک نکته را ما در فرمایشات شما میخوایم به اجازهش متصحح کنم. امینی صاحب چون خودش نیست، اونا گفت شوروی شکست خورده، امریکا را گفت به اساس پروژه آمده. ما امیدوار هستیم که جناب شما حال بلد شدین بعد از این در جلسات رادیو کتاب تشریف بیارین
تا 25 جنوری جلسات رادیو کتاب تعطیل است، ولی 25 جنوری باز روزهای چهارشنبه ما هر هفته جلسه داریم. از حضور شما میخوایم استفاده کنیم. شما تاریخ زنده افغانستان هستیم. عرض خوش آمدید دارم برای تمام کسایی که تازه تشریف آوردن و معذرت میخوایم یک مداخله عاجل و به این مناسبت که از تاریخ 8 ماه الی آخر ماه جاری در سفر هستم. انشاءالله که از اول فوریه چهارشنبه‌هاش با اشتراک خواهد کردم و مایه افتخار برای خود میدارم. مایه افتخار برای ماست فرمولی صاحب بزرگوار. خیلی تحلیل واقع بینانه و همه جانبه ارائه کردین. با اجازه دکتر صاحب بزرگوار فخرالنساء مایی که به ایشان بسپاریم. از وقت برنامه ما میشان خبر دارن و بعد از او جناب آقای زکی حسینی و بعد از او جناب آقای عادلی. انشالله دیگه دوستایی هم که میخواین صحبت کنن لطفاً دست خود بالا کنین که بر شما نوبت داده شد. دکتر صاحب بزرگوار بفرمایید. پیش از اینکه دکتر صحبت کنه یک پیشنهاد دارم که اگر لطف کنید جناب دکتر صاحب دانش هاشم دانش هم اگر در لیست نامش زیاد کنید کار خوب خواهد شد. با کمال میل. دکتر صاحب فخرالنساء بفرمایید. نحمد و نصلی علی رسول کریم و اما بعد کان حق و ایضا نسل مومنین. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب شما موسیمی صاحب گرامی و همه دوستان عزیزی که در این مجلس پرشکوه وجود دارند و این برنامه بسیار وزین و آموزنده تاریخی، ادبی، علمی، فرهنگی و سیاسی شما اشتراک میکنید. هفته‌وار از صحبت‌های سخنرانای عزیز مستفید شدم. با اونا واقعیت‌های عینی که خودشان شاهد بودن یا در تاریخ ملاحظه کرده بودن و حضور شما پیشکش کردن و ما هم مستفید شدیم. من میخوایم که یک نگاه متفاوت داشته باشیم و فاجعه اشغال افغانستان توسط نیروی اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سابق و هم عواملی که چرا ما را به دامن از این بدبختی ها کشاند و امروز تقریبا نیم قرن میشه که افغانستان در منجلاب بی سرنوشتی، عدم وحدت و بی‌نظمی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی قرار دارد و از یک افراد خلاص میشه در دامن دیگه تفریط میفته. بنابراین ما میخوایم عوامل اونا یادآوری کردن، هم جناب امینی صاحب هم جناب فرمولی صاحب. من میخوایم گپای تکراری بگویم و این چیزایی که خودم در تاریخ شاهد بودم او را دوباره بیان کنم. میخوایم از زبان یکی از محققین مسلمان که خودش قربانی استعمارچیای شرق و غرب بوده، یکی جسمش در زندان کشیده و دیگر روحش در زندان کشیده، از آثار از اونها استفاده کنم و بر شما بگویم که عوامل بدبختی در افغانستان از کجا منشأ گرفته و استعمارچیای شرق و غرب که در اون وقت بلاک‌های شرق و غرب بود در برای ایجاد اینمی فضای رعب و ترس و بی‌سرنوشتی و موهومی که در جامعه ما حکم فرما است چی نقشی داشتن. و این شخصیت جناب علامه سید فیضانی است. جنابشان در یکی از آثار خود به نام شمس المعارف نوشته میکنه که روی زمین مانند بحر الکاهل و بحر اطلس و غیره هست و نهنگ‌های به نام شرق و غرب و خردتر از آن ممالک مدنی و پیشرفته دنیا به نوبه دیده میشوند که همه در بلعیدن گروه‌های پسمانده بشر خصوصا مسلمان‌ها دستن در کارند. ما شما می‌بینیم که در اون وقت حساب امریکا در بلاک ناتو بود و شوروی در بلاک وارسا و آل قدرت‌های منطقوی دیگه هم ایجاد شده، مثل چین است، برزیل است که از نگاه اقتصادی و نظامی می‌خواین آهسته جای پای وضع کنن. برخی زعمای اداری و مذهبی دانسته و نادانسته و یا بعضاً به امید بقا و استفاده جویی‌های شخصی خود و مثابه ماشین‌های اندبندی یا بر اسمان بسته کردن مردم و انداختن به کام این نهنگان گردیده‌اند. اینمی شخصیت‌هایی که بیشتر برادرای عزیز ما هم کدامشان به او اشاره کردند، چی احزاب تنظیمی بود، چی بساب جبهه ملی پدروطن بود، اینا کلشان کسایی بودن. حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، گروه پرچم بود، گروه خلق بود و پسان نهضت‌هایی که بساب کسایی که خود دموکرات فکر می‌کردن اونا زمینه ازیر پیدا کردن که ملت گروه به دامن بساب شرقی ها و غربی ها
پرت گردیدند که در بسته‌بندی به استفاده از حربه ایجاد کردن اختلاف بین پیشوایان دینی و حزبی و قومی و سیاسی و غیره رول بارز دارند و داشتند. اینمی گروه ها، اینمی دسته هایی را که جناب علامه صاحب یاد کردن پیشوایان دینی است که ما امروز میبینیم حاکم دین افغانستان هستند، رهبرای حزبی است که حزب دموکراتیک خلق و احزاب دیگر، و گروه هایی که گروه های قومی که یکی به نام نماینده قوم ازبک، یکی به نام نماینده قوم هزاره و احزاب سیاسی. هر کدام از یا در ایجاد اختلاف در بین جامعه افغانستان نقش بسیار ارزنده و اساسی داشتند. برعکس دیگر ممالک اینمی گروه های که نام بردن که چه گروه های دینی بوده، چه احزاب سیاسی بوده، چه قومی بوده، اینا در وحدت یک ملت جامعه خود کوشش کردن. برعکس در افغانستان استعمار قسم ساخته که اینمی گروه ها در ایجاد اختلاف و تکاو پارچه کردن ملت و بلعیدنشان توسط ابرقدرت ها زمینه را بسازد. من در اینجا بسنده میکنم به این حرفایی که جناب علامه صاحب گفتن. بعد از در رساله دروس سیاسی خود اینا عواملی که چرا روسا استعمار روس یا اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی یا که بگویم بلاک وارسا، پیشتر برادر ما آقای فرمولی فرمودن که میخواسته که افغانستان در جمله یکی از اقمار 15گانیش بیاید، یعنی قمر 16مش شود که خوشبختانه نشد. و اینا بازم علامه صاحب میگه که استعمارگران جدید از اسلاف خود یعنی انگلیس ها که روزگار افتخار طلوع و غروب آفتاب را در قلمرو خیش داشتند، چرا با آن همه قدرت بقای اضافه از صدها سال در هر مملکت باز قوم نیرو یافتند، ایشان را به مفتضح‌ترین صورت از خاک خود کشیده و به طول این مدت اسارت هیچ علاقه به ایشان جز عده از ممالک بی کلتور و کلچر تاریخی نیافتند. این عدم آموزش و بیرون ریختن آنها را از خاک خود از طرف ممالک تازه به قدرت رسیده جهان درس زننده و آموزنده برای استعمارجویان و برکشان معاصر ما یعنی شوروی ها طوری داده بود که پیش از تسلط یافتن بر مرز و بوم ممالک ضعیف باید آن نیرو و قوتی که میتواند زمان با گذشت قرون سرهم شود و در برابرشان قد علم کند و چون اسلافشان انگلیس ها آنها را از خاک بیرون کشد، بایست اول به خوبی تمام توسط دست نشاندگان ناخودآگاه خیش به کلی از بین ببرند. یعنی اینا از انگلیس ها یاد گرفتن که ولو که صدها سال اینا در قلمرو حکومت داشتن، بازم بعد از اینکه ملت بیدار شد، هوشیار شد، سطح آگاهیشان بالا رفت، دوباره اینا را از وطن خود کشیدن. ما شما دیدیم استعمار انگلیس در افغانستان شکست خورد، پسان در نیم جزیره قاره هند شکست خورد. بنا اینا چرا دلیلش چی بود؟ میگه اینا یافتن که چیز سبب از این میشه که بعد از اینکه صدها سال حتی کشورها تحت سیطره استعمار کبیر انگلیس بود، چرا اینا تانستن که انگلیس شکست بدن؟ اینا میگه فهمیدن که دلیل عمده‌اش این است که چیزهای است در اون مملکت ها که ملت ها را با هم واحد میسازه و در مقابلشان استاد میکنن. بنا اینا گفتن باید اونمون مدارک تشخیص بکنیم، یکی از دین است و دیگهش کلچر و فرهنگ است. اینا باید چی کنن که توسط عناصر تربیت کنن در داخل عموم کشورهایی که اینا تصمیم دارن در اونجا قلمرو خود گسترش بدن که به نفع زیا در از بین بردن اینمی دو محور اساسی نقش عمده را بازی کنن. بنا میگه که از و اجیران آگاه و ناآگاه راه از هر نگاه بر اوضاع مسلط و بنابودی همه جانبه آنها به همه آثار و مظاهرش مساعی پیگیر را با نقشه منظم و تکتیک کامل به کار بردند. برای حقایق این واقعیت که شوروی ها به خوبی دانستند که اسلام و وحدت اولین ضربه مرگبار بر پیکر استعماریشان بوده و سپس شهامت ملی و غرور تاریخی و عنعنوی مردم به ترتیب رول مهم در بیرون ریختن اجانب از خاک آنها به شمرده می شود. هر یک از این اساسات به نوبه و عندالفرصت قدرت به سزایی برای انهای استعمار دارد. یعنی اینا فهمیدن که اسلام و وحدت ملی و عرق غیرت و شهامت شخصی افراد یک کشور سبب میشه که استعمار بالهایش از اون مملکت ها بچینه. بنابراین اینا کوشش کردن که اول امی عناصر اصلی را که سبب تحریک جامعه میشه
و جامعه را میتونه به طرف یک انقلاب ضد استعمار شکن یا استعمار شکن راهنمایی کنه، اون امور باید اینا از بین ببرن. چطور؟ توسط احزاب مثل خلق و پرچم، توسط احزاب چپی، توسط احزاب که ظاهرا ادعا میکنن که ما دموکراسی غرب میخوایم. بنابراین اینا میگن که با درک این حقایق امکان‌پذیر پیش از یافتن سلطه تمام به عیاری‌های تمام استعماری خود، روس‌ها به نابودی اساسات سلیم اسلام و دین و مذهب، به ایجاد تزلزل در عقیده و دین و مذهب و غیره به هر نوعی که شد فتنه‌انگیزی ها کرده و جامعه را به هر نیش زدن خود مسموم‌تر ساخته و در نگاه به اصطلاح ایشان را به عزت وطن فروش و سرسپرده دروازه های خود بار آورده، غلام زدگان درگاه خشم ایستاده. من خودم شاهد عینی هستم و شما عزیزان که از نسل ما هستین، شاید یک چند سوای از ما که بیشتر عمر داشته باشین یا کمتر عمر داشته باشین، ما شاهد بودیم که حتی در دوره مکتب ما به حساب مجبور بودیم که فلسفه دارونیسم بخوانیم. در صنف 7 بیولوژی ما ایره می‌خواندیم. در حقیقت ذهنیت جامعه را آماده به این می‌ساختن که آهسته آهسته به حساب امی افکار ماتریالیسم و دیالکتیک در ذهنیت‌ها به حساب پخش بکنن. ما جر و بحث‌های زیادی داشتیم که میگفت که انسان اطلس شادی است و به حساب انسان خود به خود پیدا شده. حتی همسنفیای ما بودن که او وقت هنوز کودتای افسر کامیاب نشده بود، اونا میگفتن که ما چیزی که بچه‌شم نبینیم قبول کردن نمی‌کنیم. خدا کجا است؟ اگر خدا هست بر ما به حساب نشان بده خدا. چرا ما خدا رو دیدن نمی‌کنیم؟ ما میکروب که میکروسکوپ می‌بینیم، به حساب ستاره‌ها را که تلسکوپ می‌بینیم. چرا ما خدا رو دیدن نمی‌کنیم؟ وقتی که ما چیزی را علم میگه چیزی را که دیدن نمیشه، ما او رو قبول نداریم. بنابراین ما قبول نداریم. تعداد این افراد نه تنها که در گروه خلق و پرچم بود، بلکه در سطح عام افکار جامعه هم این موضوعات نفوذ داشت و به حساب افکار وقتی که خلق و پرچمی‌ها به حساب حاکم شدن، ما شما شاهد هستیم یکی از کارهای از اونا امی مذهب زدایی بود. شما به یاد دارین که کسی که اگر به حساب یک کمک مذهبی می بود، او را میگفتن که اخوان شیاطین. کسی که یک کمک به حساب پابند به اصول و کلچر و فرهنگ می بود، این میگفتن که بسیار عقب‌گرا است، بسیار به حساب عقب مانده است، این مغزش پوپنک زده. یعنی جامعه را تقسیم کرده بودن به افراد به حساب طبقات مختلف، اخوان شیاطین، به حساب فیودال و اشرافزاده و مثلا بورژوازی و اینا. این اصطلاحات بود که بعد از آمدن حزب خلق و پرچم و کودتای منحوس و فاجعه بار کمونیسم در افغانستان واقعا تحقق یافت. من یاد دارم که حتی مردم به آسانی جرأت می‌کردن نمی‌تونستن در مساجد برن. به حساب مساجد تعداد مقتدی‌ها روز به روز کمتر شده میرفت و به حساب کسایی که امروز به حساب یک افراط تفریط دیگر زایید، او افراطی که در دوران خلق و پرچم به وجود آمد و ملت افغانستان به حساب به طرف بیخدایی سوق میداد و در مکاتب سازمان‌های اولیه زنان، سازمان‌های اولیه جوانان، سازمان اولیه به حساب دموکراتیک سیاسی حزب خلق افغانستان فعال بود و اینا کلشان هدفشان این بود که فلسفه دیالکتیک و بیخدایی را و الحادی را تعمیم ببخشند و اینا در هدف خود ناکام شدند. عوامل متعدد داره. یکیش که به حساب فرامینی که اینا صادر کردن و اون فرامین خلاف عرف و عنعنات جامعه بود. یکی از اون فرامین اگر کل شما به یاد دارین فرمان شماره 7 بود که در او حق ظاهرا از نگاه چی میگفتن که هر انسان آزاد حق داره که همسر خود داشته باشه. به هزارها دختر و بچه جوانی که تشنه به حساب امی فرمان بودن، با استفاده از این فرمان بدون از این مراعات به حساب کلچر و فرهنگ و آداب خانوادگی رفتن در محاکم ازدواج کردن. این به حساب یک تصادم در خانواده ها به وجود آورد و ملت مشکوک ساخت. یکی چیزی که من شاهد هستم او را براتون میگم. دیگه فرمان شماره 8 بود که زمین‌های به حساب فیودالا را به قول خودشان گرفتن و او را تقسیم کردن برای به حساب دهاقین و این خلاف نص قرآن بود. درست است اگر شاید اونا غصب کردن یا هرچی، مگر قرآن حق نداده که شما به زور یک چیز را از کسی سرمایه کسی را غصب بکنید. این یک تکر دیگه در بین اجتماع شد. در پالوی ازی که امی فلسفه دیالکتیک و سازمان‌های دموکراتیک جوانان زنان که هر روز به نام این و آن مرگ بر امپریالیسم امریکا، مرگ بر این، مرگ بر خمینی، مرگ بر فلان، جوانا را از مکتبا میکشیدن و ما تمام روز باید در حساب سرکا زنده‌باد و مرده‌باد میگفتیم. این کلگیش در پالوی از اون به حساب بنیاد کار سیاسی را به اساس به حساب
مزخرفات فرهنگی اینا بنا کردن. هر روز رقص و آواز بود. هر روز من یادم است که در لیسه آریانا بودم، ما در پایین امتحان داشتیم، در بالا بساب یک تعداد صنفی های ما در امتحان اشتراک نمیکردن. اونا تمرین رقص و آواز داشتن که سالگرد منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نابغه شرق، مچون فلانی غرب فلان بسمدان به حساب سالگرد رفیق ترکی است، اینا باید در اونجا برن رقص و آواز تهیه کنن. یعنی تهداب فساد اخلاقی را در جامعه اینا به شکل علمی و عینی و سازماندهی شده بساب گذاشتن تا ملت افغانستان بساب اینمی عوامل سبب شد که ذهنیت ها آیسته آیسته منسجم شود و مردم بفهمند که این ایدئولوژی و این فکر بساب به اساسات نه دین استوار است، نه به اساسات فرهنگ و کلچر ما استوار است. بنان آیسته آیسته جبر زمان ملت افغانستان با هم متحد ساخت. خلاصه عوامل عمده و اساسی آمدن اینمی استعمارچی‌های چی شرقی باشه چی غربی باشه، جناب علامه صاحب میگه که در بطن خود جامعه است و این از افراد جامعه. استعمارچی‌ها از همیشه از افراد داخل جامعه استفاده میکنه برای نفوذ در اقشار مختلف جامعه. با مو شکل افراطیتی که در اون وقت دینزدایی میشد، امروز متاسفانه باز گروهی را استعمارچی‌ها، قسمی که برادرای ما گفتن استعمار غرب در افغانستان حاکم ساخته که او به نام شریعت بازم دینزدایی میکنه و مردم به قسمی در شریعت محکم میگیره که مردم مجبور شوند شعور و منطقاً بساب بگوین که دور خدا ناخواسته علیه بالله بساب و اصلا به دین علاقه‌مندی نداشته باشن، که امیدوار هستم او روز نبیایه و ما و شما بساب مردمایی که خود بساب فکر میکنیم که یک درسی از تاریخ آموختیم، همینجا جمع میشیم به می خاطر که از گذشته های تلخ خود عبرت بگیریم و بر نسل آینده خود و به می جوانایی که در داخل افغانستان با قیمت خون و جان خود استاد هستند و هنوز هم مبارزه و مجاهدت میکنن، برای اونا نوید بدیم که ما برای اتفاق اتحاد کوشش میکنیم. اسلام دین رحمت است نه دین زحمت، اسلام دین عدالت است نه دین بساب جبر و ظلم و استکبار. خداوند به ما توفیق نصیب بکنه. من آقای موسینی نمیخوایم وقت دیگه دوستا رو بگیرم. امیدوار هستم که از صحبتایی که ما کردیم خب میفهمم که تعداد سخنرانان زیاد هستن، وقت عزیزا رو نمیگیرم. تشکر از وقتی که به ما دادید. یک دنیا تشکر دکتر صاحب فخرالنسا. خیلی نکات جالب اشاره کردیم. در اون زمان که حزب دموکراتیک خلق اصلاحات اراضی میکرد به اصطلاح، در یکی از تاریخ‌ها نوشته است که افغانستان 65,000 هکتار زمین قابل زرع داشت و جالبی است که حزب بس که نوکار و به تجربه بود، زمین احیا شده را می‌گرفت به دهاقین میداد. به هر صورت خیلی برنامه خوب و پربار است. تشکر از حضور همه بزرگواران. جناب آقای حسینی مایک با شماست، بفرمایید. حسینی از استرالیا. با عرض سلام‌های صمیمانه. در راهنمودهای اعتقادی ما آمده که آدم جاهل یا در حالت افراط است یا تفرید. جوامع هم همینطوری هستند. در مقطع تقریبا 70 سال قبل تا حالا یا 60 سال قبل ما بسیار در برابر یعنی اندیشه های بیگانه و خارجی بسیار حالت سرسپردگی و وابستگی داشتیم. یعنی یک بخش مهمی از تحصیل کرده های ما، روشنفکرهای ما و غرب‌زدگی بسیار ترویج می شد و این باعث جریه‌دار شدن احساسات بخش سنتی جامعه شد که اونا در بسا موارد به عکس العمل زدن و جامعه دچار التهاب شد و این در حالی است که اعتدال و میانه‌روی ایجاب میکنه که ما چی از غرب و حتی از شرق ارزش‌هایشان را فرا بگیریم و در نظر داشته امو اصالت‌های ملی خود و مخصوصا دینی خود نظام سازی کنیم. اینطور نبوده متاسفانه. بنابراین آنچه که خواهر ما دکتر فخرالنسا گفتن یک نکته واقعا دقیقی است و این را باید بسیار در نظر داشته باشیم که وضع فعلی قسما نه کلا معلول اونمو تجدد معابی افراطی و یک سلسله خودباختگی های در برابر اندیشه ها و فرهنگ بیرونی بوده که اینطوری یک تنش را به وجود آورده. مسئله دوم در ارتباط با خود ششی جدی، خب از جهات مختلف میشه که به واقعیت تجاوز روس‌ها به افغانستان نگاه کرد. یک نگرش معنوی و اخلاقی است و اویی است که
ببینین ما میگیم که مثلا امپریالیسم امریکا و در عین حال کلمه امپریالیسم به روسا هم نسبت میتن. امپریالیسم شوروی یعنی توسعه طلبی شوروی. توسعه طلبی از مقوله هرس است و این هرس است که نظام ها را و زمامدارا را و جریانات و افراد را به خاک و خون میکشانند. روسا که کشور غنی و متمول بودند در اثر همون هرس و هاس آمدن به افغانستان تجاوز کردند و بالاخره هم خود ضربه زدند و هم افغانستان تا حالا با عنوان یک زخم خونچکان ما در معرض خود داریم. از این مقدمه من میخوایم این نتیجه گیری کنم که حتی دستاندرکاران سیاسی داخلی خود افغانستان و متاسفانه در جهانی مشکل وجود داره، برای اینکه ما انسان‌ها در ذات و جوهر خود یکی هستیم. یعنی اونمون تمایلات و گرایشات نفسانی و چی فطری و چی غریزی و چی نفسانی داریم و این واقعیت فراگیر جهانی است، مخصوصا در سطح مثلا نظام‌هایی که نامش از کاپیتالیسم. در همین خود استرالیا ما یک لوحه دیدم در یک خیابان بسیار مزدحم که محل رفت آمد تعداد زیادی از موتورها بود که نوشته کرده بودند که greed is good، هرس خوب است. یعنی وقتی که هرس و هاس و توسعه طلبی منفی این ترویج میشه و اساسا خود هرس یک امر نکوهیده است، بله تعالی و پیشرفت و ترقی بسیار خوبه در مادیات و معنویات، اما این امپریالیسم شوروی که افغانستان دستخوش اینطور یک آلت ساخت و همچنان این توسعه طلبی که آقای مخدوم رهین در دفترشان بودیم در دوره وزارت ایشان یک کتاب را برشون دادن که مورد چاپ کنن و کتاب یک کتابی بود در ارتباط با بخل و خساست. گفتن که کتاب قدر مفید نیست در اوضاع و احوال افغانستان. ما همین مقدمه که در ارتباط با روسا برشون گفتم و هرس و فضولی طلبی روسا و یک افغانستان به خاک و خون کشان و قدرت طلبی که دستن در کارهای سیاسی داشتن. آقای دکتر مخدوم رهین گفت که درست میگه 60% مشکلات افغانستان به خاطر این هرس سیاستمدارا و قدرتمندایش است. بنابراین ما باید بیم به اونمو ارزش‌های معنوی و اعتقادی اخلاقی عقلانی رجوع کنیم که اونمو ارزش‌ها نقصش و شکستاندنش افغانستان به این طور یک مرحله رسانده. در قسمت داود خان که یکی از دوست آقای فرمولی فرمودند که اشتباه شد، اگرچه که از بیانشان کاملا پیداست که ایشان معترض هستند، منتقد هستند و صحبتشان صحبت ارزشمند و قابل استفاده بود، ولی ما بهتر است کلمه اشتباه را به کار نگیریم. عمل داود خان و همچنان متعاقب آن کودتای 7 سال ولوی که حسنیتی هم توسط بعضی از دستاندرکاران بوده باشه، نه یک اشتباه و خطا بلکه یک خیانت ملی بود و این دو حادثه بسیار خطرناک در تاریخ افغانستان که یکی دیگر در واقع یعنی عامل شدند و به یک فاجعه بسیار جانکاه انجامید، افغانستان دستخوش بسیار بحران ها ساخت که بیشتر هم 26 سرطان و بعداً بیشتر از 26 سرطان افت منشأ بسیاری از گرفتاری ها گردید. نکته آخری که ما میخوایم بگوییم است که وقتی که اقتداد از تحصیل کرده های ما به شوروی رفتن برای تحصیل، اینا با شکل یک صفحه کاغذ سفید در خدمت روسا قرار گرفتن. یعنی یک بخششون اونایی که داشت یک عقیده داشتن و یک به اصطلاح ارق ملی و معنوی داشتن که تونستن خود حفظ کنن، ولی اونایی که رفتن اکثرا استعمال شدن، با عنوان ابزار ازشون استفاده شد. این تجربه را ما در ارتباط با دیگر کشورها متاسفانه که سرایت دادیم. یعنی جوانای خود در اختیار دیگر قدرت‌ها قرار بدیم بدون از اینکه قبلا اونا را یک آمادگی‌های فکری بدیم که وقتی که برمیگردن با یک اندیشه وارداتی برنگردن که جادو سازکن حاکمیت یا سیادت یک کشور دیگر باشند، بلکه خوبی‌های جوامع را بیاموزند ولی در خدمت افغانستان باشند تا کودتای 26 سرطان، افت ثور و فاجعه شج جدید تجدید نشد که خود روسا و متفکرین سیاسی نظامیشون به این نتیجه رسیدند که از طریق تربیه نظامی‌ها در داخل اتحاد شوروی ما بریم در نهادهای نظامی استخباراتی نفوذ کنیم تا کودتا برآن بندازیم و این نظام‌ها را در خدمت خود قرار بدهیم. یک دنیا تشکر جناب حسینی صاحب، انشالله که باز هم از حضور گرم شما در مجالس آینده استفاده کنیم. چند وقت فکر کنم مصروف بودین از جلسات رادیو کتاب غیر حاضر بودین. لطف کردید، من در خدمت هستم.
قربان لطف شما. خانم شفیقه محسنی، شما آماده هستین ببیجن؟ با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. امیدوار هستم که همگی در صحت کامل باشن. به همین مناسبت و امر استاد محسنی ما یک دلنوشته ای از همسرم که 3 ساله بودن و پدرشان را در زمان ترکی مفقود شد، ما یک دلنوشته از ایشان برای شما میخوانم، به خاطر که ما ازشان خواهش کردم که خودشان این دلنوشته را بخوانن، اما گفتن که نمیتونم، شاید نمیتونم جلوی احساسات بگیرم و بریم سخت است. امیدوار هستم که هم تصویر و هم صدای مرا خوب داشته باشیم. این دلنوشته و هزاران دلنوشته های دیگر نمیتونه حتی یک مرهم کوچکی بر دردهای کسانی که پدرانشان را و همسران خودشان را در زمان ترکی و چه در زمان جنگ هایی که در این 40 سالی که در افغانستان هست را از دست دادن عزیزان خود را مرهمی باشه برای اونا. اما خواستم یادی کنم از شهیدی که ما 3 نفر از اعضای خانواده‌اش یا 4 نفر یا بیشتر از او را ما خودم اونها را به چشم خود می‌دیدم که چه دردهایی را تجربه می‌کنم. همسرم میگه که روزهای خوشم زیاد نبود. من 3 سال بیشتر زندگی نکردم. خیلی زود بیروح شدم. گاهی فکر می‌کنم اگر در سرزمین نفرین شده‌ای به دنیا نمی آمدم، شاید زود از دنیای بچگیم فاصله نمی گرفت و بر جبر روزگار کلان نمی شد. می خواهم از این که تکیه‌گاه زندگیم یا قبلگاهم را از دست دادم بگویم. خاطرات کمرنگی که با او داشتم و به خاطر او زنده بودم گویا. برایم آرزوهای بزرگی داشت پدرم. نامم را جمال الدین گذاشت تا بتوانم عالمی بشوم مانند جمال الدین. تا بتوانم عالمی شوم. سید جمال الدین سال زیادی با پدرش نبود. او را زود از دست دادم. سالهای خوبی نبود. سالهایی که پدرم نبود، سالهای بدی. اما همان مدت کوتاه را دوست داشتم بیشتر تجربه کنم. دوست داشتم بیشتر پدرم را می داشتم. در همان سالهایی که جنگ بود، اگر می ماند پدرم، دوست داشتم در همان سالها باقی بماند آن سال، تا من بیشتر پدرم را ببینم و بیشتر او را در آغوش بگیرم. درکم از زندگی کم بود، سرشار از کودکی نچندان خوشایند. اما با وجود پدرم زیبا بود. پدرم را زیبا می دیدم. لباسهای زیبا می پوشید و با صدای دلنشین می خندید، ولی کم می خندید. یکی از روزها در سالهای دور 1358 پدرم رفت بر سر کار و دیگر هیچ وقت برنگشت. آن روز انگار متفاوت بود با روزهای معمول. مادرم اصرار داشت که پدرم بر سر کار نرود، اما پدر نگران کودکانش بود و باید میرفت. گویا باید میرفت که دیگر برنگرد. و دنیای ما را سیاه کند.
و از آن روز نحس به بعد چشم ما به در ماند و تنها حرفی که بیتابی مرا کمتر می کرد جواب نه چندان قانع کننده مادرم بود که می گفت پدرت بر می گرد. و من تا 35 سالگی انتظار بازگشت او را می کشیدم. باورم نمی شد که دیگر هیچ وقت بر نمی گردد و بعد از پدرم دیگر کودکی نکردم. زود بزرگ شدم و در دوره کمونیسم دنیای خیلی از کودکان را سیاه کردم. آرزوهای زیادی بر زیر خاک مدفون شد و یکی از آن کودکان من بودم به همراه برادر کوچکم که هیچ خاطره ای از پدرم به یاد ندارد و خواهر بزرگتر من که چند صباحی بیشتر از من خاطره دارد و مادرم که بعد از رفتن پدرم خیلی تنها شد. دردهایش را پنهان می‌کرد و به تنهایی ما را بزرگ کرد. سختی‌های زیادی را متحمل شد و در اوج جوانی دشوارترین لحظات را سپرید و زینب گونه بار مسیر پرتلاطم زندگی را سپری نمود تا بتواند با کمترین امکانات فرزندانش را به ثمر برساند. این دلنوشته و هزاران دلنوشته های دیگر گویای غم بزرگی از فرزندان جنگ افغانستان است. من زمانی که خبر وفات پدر همسرم را برایشان دادم گویا بدترین خبری بود که در زندگیشان شنیدم. اینها هنوز بعد از 35 سال انتظار منتظر بازگشت پدرشان بودی. برای من بسیار عجیب بود که وقتی 35 سال است که شما خبری از ایشان ندارین چگونه منتظر بازگشت او هستید و این خبر ناگوار را ما برایشان دادم از طریق یکی از روزنامه‌های به نام 8 صبح در زمان قبل از طالبان منتشر شد. لیست شهدا را اعلان کردن و این اولین خبر به دست ما رسید. من گویا از این بی خبر از همه چیز که خبری میدم که شاید اینها را از دلنگرانی بازگشت اونها دلجمی بتونه که دیگر قرار نیست که برگردن، اما انگار همون لحظه بود که پدرشان برگشت. برایشان بسیار سخت بود. خواستم که اینها را برای شما این تیکه‌ای را که گفتم خیلی دوستانه برای شما گفتم و این غمی بود که من در خانواده شوهرم احساس کردم. ثانیه ها ای که میگذره اینها بار سنگینی هست در دوش اینها فکر میکنن ما هنوز هم چون بر سر جسد پدر ننشستن هنوز هم منتظر بازگشت، چون خاک پدر را لمس نکردن هنوز منتظر خاک پدرشان هستن که باید لمس میکردن و حداقل خودشان اونها را به خاک میسپردن. نمیدانند گویا خاک صبر میآورد و اینها چون خاک اونها را ندیدن فکر میکنم سالها بی صبریشان ادامه خواهد داشت. متاسف هستم که همه را به گونه غمگین کردم و اما این دردی هست که درد یک خانواده نیست. من زمانی که در یکی از پانتون ها کار میکردم و این روزنامه را با خیلی ها را دیدم که اشکبار شدن با دیدن این روزنامه و براشون سخت بود خبره که در روزنامه نشر شده. گویا خیلی ها منتظر بازگشت بعد از 35 سال بودن ولی به ناگاه ناامید شدن. ممنون از وقتتان، تشکر که ما را شنیدین و من سعی میکنم که در برنامه‌های دیگه ایتان بیشتر بتونم از دردهایی که خانواده های شهدا کشیدن و یکی از اون خانواده همسر ما هست، از زبان مادرشان، از زبان برادرشان و از زبان
دخترشان برای شما بنویسم و حداقل یک بخشی از دردهایی از مردم افغانستان محمد بوده و سال هاست که ادامه دارد و خود ما شاهد این هستیم. خانواده‌های زیادی همسرانشان و جوانهایشان را در همین 2-3 روز پیش در یک اتحادیه جوانهای بسیار رشیدی را از دست داد و متاسفانه انگار در افغانستان نفرین شده سرزمینی هست که ما باید جوان به خاک بسپاریم و از آنها بیخبر باشیم که به چه گناهی اینها دارن دنیا را ترک. ممنون، بازم وقتتون را نمیگیرم و شما رو به خدای بسپارم. تشکر به جان از که همه را در آوردین. دکتر صاحب فخرالنسا نوشته کرده بود که از این قربانی ها ما 2 میلیون داریم در افغانستان. راستی چه عزای سنگینی و یک خودشان است که قبلگاه بزرگوارشان به می سرنوشت مبتلا کردن. راستی چه انسان ها میتونه بی‌رحم باشه که حتی از دیدن جسد عزیزترین کسایشون وطندارای خود محروم میکنه و داد از مبارزه هم میزنه. به هر صورت خیلی تشکر، خیلی نوشته خوب بود. یک دنیا ممنون به جان. امیدوار هستم همیشه بتونین تشریف برین. زندگی در اروپا پر مشغله است، اما خب این هم جزی رسالت های ماست که اندک از همه این درد و غم ها از لابلایشون راهی به سوی صلح و همدیگر پذیری پیدا بتونیم. جناب آقای عادلی مؤلف 60 اثر است در مورد تاریخ جهاد افغانستان و جنگ‌های تنظیمی. تا جایی که من با آثارشان آشنایی دارم بی‌طرفانه نوشته کردن و تلاش و سعی بلیغ کردن تا آثارشان مبتنی بر حب و بغض تنظیمی نباشه. از این نظر اثرات ایشان خیلی گرانبهاست. امروز ساعت قبل برای من پیشنهاد جدیدی داد که من فکر میکنم خیلی پیشنهاد خوب است. گفتن 16 دلو سرآغاز قتل عام‌های مدیران اجتماعی افغانستان است طبق تحقیقاتشون و انشالله ما 16 دلو و باز هم به یاد شهدا مجلس میگیریم. اما نکته ای را من به عنوان مجری از برنامه میخوایم عرض کنم. هموطن خلقی و پرچمی، ما با بدی کی نداریم، با شما نداریم. ما میدانیم که سیستم همینطور بود. بنابراین شما میتونیم آزادانه در این برنامه ها اشتراک کنیم. شما هم کشته دادیم. اما حقیقت امری است که کسی که آغازگر جنگ است، جنگ افروز است، او در تاریخ محکوم میشه. من خود در مقام از این قضاوتم نمیبینیم. اگرچه مجاهد بودیم ولی به احترام هموطنای خود این گپا نمیخوایم به زبان میارم که شما محکوم هستین. امروز هم خیلی تلاش کردم من که بعضیشان نداشته باشم. متاسفانه فرصت نتونستن و انشالله که این برنامه ها بتونه گام به سوی صلح همدیگر پذیری باشه. جناب آقای عادلی مایک با شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت دارم خدمت جناب استاد محسنی مجری و گرداننده برنامه خوب رادیو کتاب و همینطور دوستایی که در اتاق حضور دارند و تشریف دارند. به یکایک از عزیزان عرض سلام و ارادت دارم. گرچه من میخواستیم انصراف بدیم به خاطری که گفتم شاید دوستای دیگه ای باشه که حق مطلب بتانه بهتر ادا کنه و از حضورشان استفاده کنیم. لذا حالا که مایک گرفتیم یک چند لحظه در خدمت عزیزان هستیم. من واقعا تحت تأثیر صحبت بعضی از دوستا قرار گرفتم. خدمت شما عرض شود که من خاطرات خود که نوشتم تقریبا 2 سال قبل در وزارت اطلاعات و فرهنگ
رونمایی شد تحت عنوان ثابت قدم، خاطرات من از جمهوریت تا جمهوری اسلامی. در اونجا شروع خاطرات ما از اونجا است که اختلاف شاهزادگان ظاهرشاه و داود خان اختلافاتشان ادامه پیدا کرد. در سایه همه اختلافات نطفه احزاب چپی خلق و پرچم منعقد شد. لذا بعد کودتای 7 ثور به وجود آمد که این تعبیر ما داریم که سیاه ترین روز در تاریخ افغانستان همین 7 ثور است. و بعد 6 جدی هم سیاه ترین روز در تاریخ افغانستان در این کتاب خاطرات ما یادآوری شده و من اونجا یادآوری کردم که 6 جد چطور سیاه ترین روز در تاریخ افغانستان بود. چون فرصت کوتاه من خیلی وقت نمیگیرم، من میخوایم به صورت گذرام ای کاش در این اتاق گفتگو نماینده های احزاب چپی خلق و پرچم هم حضور می داشتن، نماینده حاکمیت فعلی هم می بودن، جبهه متحده که در دهه 70 یک طرف قضیه جنگ بود، شورای نظار و دولت استاد ربانی یک طرف دیگه قضیه می بودن، اینا می بودن یا دعوت می شدن. امروز من فکر می کنم وقت او رسیده که هموطنان ما، چه اونایی که در احزاب چپی بودن و چه اونایی که در احزاب راستی یا جهادی بودن، باید با گفتگوها از گذشته های تلخ و فجایع خونین گذشته اینا عبرت بگیرن و امروز ما ناگزیریم. به هر صورت 6 جدی وقتی روسا آمد و افغانستان تجاوز کرد، 9 سال تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان دوام پیدا کرد، خسارات سنگینی به مردم افغانستان وارد کرد. از نظر جانی بیش از 1.5 میلیون شهید و میشه گفت که میلیون ها شهید، آواره، مهاجر و همینطور معلول و کشور افغانستان خراب شد و امروز این کشور خراب شده سالها زمان میبره تا دوباره به آبادانی برگرده. اینا همه اثراتی است که در اثر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در 7 ثور بود. بعد در 8 ثور که مجاهدین آمد قدرت به دست گرفت، ما باورم ایه که اگر باز در یک جلسه دیگه بود ما در این رابطه میتونیم، البته هر کس استدلال خود داره و دو تا راه بیشتر نداریم، یا طرف مقابل قناعت کنه یا ما قناعت از اونا رو حاصل کنیم یا اونا قناعت ما رو حاصل کنه، از این دو تا راه بیشتر نداره و این با گفتگو حل میشه. و من فکر میکنم که بعد در دهه 70 احزاب چپی که شکست کرد در بدنه احزاب جهادی، خلقی ها بیشتر به احزابی که بیشتر پشتون ها بودن مثل حزب اسلامی و بعضی جریان های دیگه، پرچمیان به احزابی مثل جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی اینا. و در این فرصت از اختلافات مجاهدین هم همین نیروهای شکست خورده اتحاد، نیروهای شکست خورده احزاب خلق و پرچم استفاده کرد که یک نمونهش آغاز جنگ‌های دهه 70 هم برمیگرده به پیشنهاد جنرال خداداد. جنرال خداداد وقتی پیشنهاد میشه به عنوان وزیر امنیت، طرف شورای نظار میگه خب اینا با ما جنگ کردن، اینا با ما حمله کردن، نیروهای ما قتل عام کردن، شما یک نفر مسلمان یا مجاهدین معرفی کن. و در نتیجه جنگ‌های خونینی شد. ما متاسفانه امروز زخمای کهنه را فراموش کردیم، یاد ما رفته. جنایاتی که در دوران خلقی ها شد بیشتر همین دلنوشته مرا واقعا تأثیر قرار داد. یک لیستی که بعد از در زمان حفیظ الله امین
بیرون داده شد از طرف وزارت داخله. 12,000 نفر خود از اینا تایید کردن و لیست بیرون دادن و گردن یکدیگه انداختن. 5,000 لیست هم که دادگاه هالند افشا کرد. شما فکر کنید اینا توسط نوبل در همه قرا و قصبات میبینیم از هر خانواده چند نفر کشته شدند و مردم هم که به سنگر رفتن، به جهاد رفتن برای دفاع از اون فرمانهایی که ترکی صادر کرد، فرمان چند ماده‌ای که ما به خاطر داریم که مردم به کوها پناه بردن، بالاخره بعد تا آمریکایی آمدن. در آغاز یک خیزش عمومی مردم جهاد علیه روس‌ها بعدش متاسفانه به پروژه آمریکایی تبدیل شد که من در این رابطه ممکنه بعضی از دوستای ما آزرده هم شود، ولی خب ما دیدگاه خودت داریم. خدمت شما عرض شود که کشتار کمونیست‌ها کرد یک آمار تقریبی یا تخمینی که بعضیا در تحقیقات میدانی ذکر کرده 60,000 نفر جمعیت تنها در پولیچرخی و اطراف پولیچرخی اونایی که زنده به گور کردن. بالاخره همه اقشار مختلف مردم شروع کردن به دستگیری، به زندان، به کشتار، به زنده به گور کردن و در نتیجه خیزش های مردمی و انقلاب و جهاد افغانستان در نتیجه بعد مجاهدین به پیروزی رسید و بعد در ادامه متاسفانه فجایع دیگه خلق شد که باز همین فجایع و همین اختلافات زمینه ظهور طالبان را فراهم کرد که ما تا هنوزم نتیجه همون بدبختی ها و مشکلات در افغانستان می‌بینیم. من اینجا عرایض خود همین مقدار اکتفا میکنم، چون میترسم اگر باز یک سری سوالای دیگر ما طرح کنیم یا مثلا در رابطه با این فجایع یک سری نکات را ذکر کنیم و یادآوری کنیم باز بحث طولانی. من یک پیشنهاد دارم، پیشنهاد میگه که میطلبه نخبگان کشور ما، دلسوزان به این مملکت، قلم بدستان، اهل قلم، اهل دانش، اهل تحقیق، اهل رسانه، یک نهادی دائمی دادخواهی میطلبه که با حضور شخصیت های دلسوز نخبه از همه هفته ثور شروع کنه تا به امروزی که فجایع خلق شده و این فجایع باید بررسی شود. یک نهاد دائمی دادخواهی. متاسفانه پروژه عدالت انتقالی تطبیق نشد. تفسیرش باشه چرا تطبیق نشد، ولی من کلیات چی میگم. متاسفانه یکی از نهادهایی که باید پیگیری میکرد حقوق بشر بود که در اونجا نماینده ای داشت به نام سیما سمر. خود سیما سمر عضوی یکی از احزاب بود که خودش متهمی به جنایات جنگی است، ولی اینا توجیه میکرد و متاسفانه این پروژه تطبیق نشد و من امیدوارم یک نهاد دائمی که همون مسیر را بره و این فجایع را بررسی کنه. حداقل کاری که نمیشه صدای خود به دنیا برسانه، به جهان برسانه، به نهادهای بین المللی برسانه و اگر صدایشان هم کس نشنید اینا ثبت تاریخ کنه. من امیدوارم که در این قسمت انشالله قلم به دستای ما، اهل رسانه، اهل فکر، اندیشه یک اقدام عملی کنه برای ثبت و پیگیری عملی یک نهادی دادخواهی. مثلا ما چند روز 19 جد گذشت نزدیک 400 نفر بدون هیچ گناهی، نه اینا سنگر داشتن نه اینا اسلحه داشتن، مردم غریب و بیچاره در سردی زمستان وقتی که اینا را قتل عام کردن در یک کولنگ، فردایش رفتن در هوای سرد از بین برفا دستا بلند پایا بلند اینا را از بین یخها کشیدن و کشته ها را آوردن دفن کردن. واقعا اون صحنه را که آدم وقتی تجسم کنه و مخصوصا در دوران جمهوریت بی‌تفاوتی شد، حتی به نام اونا یک جاده هم نگذاشتن. امروز رسم شده هر کس برای خود یک قهرمان تعریف میکنه، هر کس قدرت میگیره یک قهرمان جاده نهادی مرکزی به نام اونها ثبت میشه. ولی او بزرگان ما که در این کشور
خدمت کردند و علم قیام و مبارزه را گرفتند و در جامعه تاریکی و نابسامان افغانستان تلاش کردند. از اونا هیچ کسی نام نمیبره و ما امیدواریم که همین نهاد دادخواهی بتانه در رابطه با اینمی فجایع گذشته که آغازش از 7 ثوره تا به امروز بررسی شود و اگر تطبیق هم نشد حداقل اینا ثبت تاریخ شود. انشالله که همه موفق باشیم. تشکر جناب آقای عادلی. رادیو کتاب افتخار داره که مهمان بزرگوار همچون فرمولی داره که در تکس از اینکه یک مطلب اشتباه شنیده عذر خواسته. شما بزرگوار هستین فرمولی صاحب، ابدا جای عذرخواهی نیست، طبیعی است، همه ما انسان ها اشتباه میکنیم. و همچنان افتخار داره که میزبان جناب آقای عادلی است، مخصوصا با این پیشنهاد خوب و عملیش و با در حد توان خود حاضر است که در رابطه ایجاد یک کمیسیون دائمی که به شکل داوطلب کار کنه تا بتانیم جلو قتل عام‌ها را بگیریم، با دوستا همکاری کنیم. نکته قابل تذکر می است که دکتر صاحب سیما سمر نام برده شد. ایشان هم یا طرفدارایشان اگر این برنامه را میشنون با کمال آزادی و امنیت خاطر میتونن بیاین بگوین که این ادعا درست بود یا نادرست بود و از کارکردهای خود دفاع بکنن. دکتر صاحب هاشم دانش. تشکر. سلام بر تمام دوستا، به خصوص به جناب فرمولی صاحب. ما چون از طریق یک گروپ دیگی ما با اونجا بودیم با این مطلب در اونجا آمد که همچون جلسه است خواستیم شرکت بکنیم. دلیلش ایست که جلسه بر روی موضوع تاریخی که 43 سال اضافه تر از 43 سال است که از نتیجه ازی ما در تالاب خون غرق هستیم، بنان ارزش بسیار والایی داشتن که باید در همچین جلسات شرکت میکردیم. و صحبت‌های دوستا را شنیدیم و خاطرات جان باختگان را و ای که در افغانستان در مدتی 43-44 سال فکر نکنم که هیچ فامیلی در افغانستان باشه که حداقل 1 و 2 نفر از اعضای فامیل خود از دست نداده باشند. یعنی ما متاثرترین و غمگینترین مردم در تاریخ جهان هستیم. به هر صورتش تجاوز اشکار اتحاد جماهیر شوروی به همکاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بدون درک از شرایط عینی و ذهنی افغانستان را در وضعیت قرار داد که بعد از اونمو تاریخ هیچ افغانی روز صلح‌آمیز و روز خوش را در افغانستان ندید. و تا همین لحظه هم که ما شما صحبت میکنیم که یک گروپ جهل و یک گروپ نادان در این ملک مسلط هستن، هم تاریخش برمیگردد بر اینمو وضعیتی را که یک حرکت نابسامانه. یک کسی در خاطرات خود نوشته کرده بود که سهلنگاری ما باعث اینمی کار شد و بر ما وظیفه دادن که حفیظ الله امین را دستگیر بکنین، ولی ما که رفتم در خانهش که او را دستگیر بکنم با بسیار زبان بازی هایی که داشت گفت مرا بازی داد و در پالویش 2 نفر را از در وقت محاصره بیرون کرد که اینا هم صنفی های بچه ما بوده. اینا میره بلیلیه در حالی که اونا کودتاچهای اصلی بودن. گفتا وقتای صبحم ما را به گپ و اینا مصروف کرد و از این تلفن استفاده میکرد، کودتا را سازماندهی میکرد. صبح که ما را به زندان آوردیم وقت و موضوع کودتا انجام شد. به هر صورتش کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در تاریخ افغانستان یک جنایت نابخشودنی است. دلیلش ایست که حزب دموکراتیک اگر واقعا ادعای دموکراتیک و یا ادعای چپی میکنن، در هیچ قالبی، در هیچ دینی، در هیچ آیینی و در هیچ مکتبی نیست که شما مخالفینتان زنده به گور بکنین. در هیچ آیین و هیچ مکتبی نبود که شما در مخالفینتان را سرایشان رو ببرین و یا از
مرده و جسدشان هیچ فامیلش اطلاع نداشته باشند. این جنایات را تاریخ نمی بخشه و ما به صحبت‌های جناب حسینی صاحب موافق هستم که اگر یک کمیته دادخواهی تشکیل بشود و به خاطر از اینکه اگر همچون کمیته وجود نداشته باشد، اینمی تاریخ و از یک گروه به گروه دیگه اینمی رقم پیش میرن. اگر در یک مقطع از تاریخ جنایتکارا در افغانستان محکمه می شدن و به میز محکمه کشانده می شدن، حداقل این فرهنگ میموند که باز گروه دیگه این کار را نمی کردن. شما دیدین جنایات را حزب دموکراتیک کرد، به تعقیبش مجاهدین کرد، به تعقیبش باز طالبا این کارا را کردن و تا امروزی که طالبا. دلیلش ایست که هیچ مرجع دادخواهی در افغانستان وجود ندارد. متاسفانه حتی عدالت انتقالی ما هم یک مسئله پروژه‌ای بود، فقط به دست آوردن پول و امکانات بود، چون تمام ساختار ما را به 43 سال پروژه‌ای ساختن و ما هیچ چیزی حقیقی که واقعاً بیانگر دردها و رنجهای مردم باشه ما نداریم و ما را همیشه در این پروژه ها غرق کردن. ما به یک بود دیگه قضیه دوستا اجازه باشه چی میکنیم که ما از طرف جنایات حزب دموکراتیک را در صحبت شد، ولی ما را اخوان بنیادگرایی هم ضربات بسیار خطرناک را زد. شما اعترافات را محمد بن سلمان را وقتی که آمد به امریکا در وقت ترامپ دیدین که گفت که ما وقتی که روس‌ها بر افغانستان تجاوز کردن، ما به هزار مدرسه و اینا را ساختیم به خاطر ترویج وهابیت. دلیلش ایست که در دین اسلام به این اندازه ای که فعلا اینا پیاده میکنه به تو چیزی نیست. اینا تمام مفکوره های وهابیت بود که افغان ها را به اینمیت یک وضعیت کشاندن. به این لحاظ هستن که ما در زمان یعنی در سال 1350 پیش از کودتای داوود خان، امریکایا یک گروپی را از پاکستانی ها را بردن در امریکا تربیه کردن که از این جمله یکی از مشهورترینش که در جنگ‌های افغانستان بسیار مطرح بود به نام کرنل امام بود. کرنل امام در خاطرات خود نوشته میکنن، میگه که ما را در امریکا بر دو هدف برد تربیه کرد. یکی که چگونه میتونن یک ملک با ثبات را بی ثبات بسازین و عنوان دومی هی بود که چگونه میتونین از امکانات حداقل حد اکثر استفاده بکنین. و نمو بود که از اونمو تاریخ به بعد پاکستان در قضیه افغانستان دخیل شد و اولین کسایی را که تربیه کردن گلبدین حکمتیار، استاد ربانی و احمد شاه مسعود در وقت داوود خان بود و ردیف از اینا حزب دموکراتیک که پیش می رفتن اینا هم پیش می رفتن. اینا هم در نقاط مختلفی را به تحریکات را دست زدن و عمل کردشان در مقابل حکومت داوود خان در امو زمان بود و بالاخره وقتی که زمینه تجاوز روس‌ها شد و بر از اینا زمینه خوب را مساعد شد، اینا آمدن به میدان جهاد و اینا جهاد بر حق مردم افغانستان در مقابل شوروی که یک قیام سرتاسری و مردمی بود و به میلیون انسان را ما در او کشته داده. متاسفانه که به دست چند نفر افتاد که کابل را به خاک و خون کشاندن و اینا از ثمره جهاد تمام مردم فقط 7 تنظیم‌های 7گانه و 8گانه استفاده کردند که اینا بغیر از اندوختن پول، سرمایه و از جنگ‌های تنظیمی کدام دستاوردی را نداشتن و دلیلش ایست که ما نتانستیم در تلاطم شرایط تاریخی افغانستان رهبرایی را تربیه بکنیم که از بطن مردم برخاسته باشند و واقعا درد و رنج مردم را تجربه کرده باشد. من سابقا به این معتقد بودم که ملت‌های آگاه میتونن رهبرای خوب را پرورش بدین. الله به این معتقد هستم که یک رهبر میتونه سرنوشت یک ملت را به بسیار سادگی تغییر بده. متاسفانه که ما هیچ رهبر راستین مردمی را در افغانستان تا به امروز هم سراغ نداریم. اگر این حکومت‌های به نام دموکرات ها آمدن، به نام کرزی و غنی هم بغیر از چور و چپاول دیگه کاری را نکردن. شما دیدین که افغانستان بعد از اینکه به دست طالبان میفته 95% مردم در زیر خط فقر زندگی میکنن. دلیلش این بود که ما یک اقتصاد حقانه‌ای و استعماری امریکا را داشتیم. به هر صورتش دوستای عزیز،
در شرایط فعلی ما بر یک انسجام ضرورت داریم و باید یک صدای واحدی باید بلند بشه و از کسایی که در هر گوشه خاموش نشستن تماشاگر باشیم. ما هیچ وقت مملکت ما را کشورهای دیگه صلح، ثبات و آرامش را به ما به ارمغان نمیارن تا زمانی که افغانها بر سرنوشت خود حاکم نشود. تا زمانی که ما بر سرنوشت خود حاکم نشویم، پروژه پشت پروژه میاد. پروژه جهاد بود، پروژه طالب شد، پروژه داعش و این پروژه ها ادامه پیدا خواهد کردن. بنان دو پیشنهاده که یکی انسجامی باید روشنفکرها به هم متحد شود و یکی یک کمیته قوی دادخواهی که جنایتکارای جنگی باید به محکمه کشانده شود و هر کسی که جنایت میکنه باید به محکمه کشانده شود تا درس عبرت شود بر دیگران. ما یک نسل انسان را میکشه، باز یک تحول می عفو عمومی اعلان میکنیم، باز یک نسل انسان را میکشه، باز عفو عمومی اعلان میکنیم و عفو عمومی هم از طرف کسای اعلان میشن که ناخونشان هم به او جنگ خون نشدن. این رهبرای جهادی چیز را از دست دادن، خودشان در پشاور، اولادایشان در خارج. شما دیدین که بالاخره بچه استاد ربانی تابعیت از انگلستانش بیرون شد. یعنی اولاد خودی از اینا ذره هم در این چیز نبودن ولی عفو عمومی را اعلان میکنن، در حالی که قبرهای و گورهای نامعلوم این مردمی که بعد از 35 سال هم انتظار زنده آمدن فرزندان خود میکشه. بنابراین خواهش ما است، معذرت میخوایم که ما هیچ آمادگی را به این جلسه نداشتم. اگر پراگنده صحبت میکردیم به بزرگی خود ببخشید. خیلی تشکر دکتر صاحب بزرگوار، نکات خیلی کلیدی را اشاره کردین. رادیو کتاب امیدوار است بعد از این حضور شما را داشته باشه. من با مثال پروژه‌ای که قبل از کودتای 7 ثور در واشنگتن آغاز شده و بعد جنرال امام را آغاز کرده و بعد هموطنان ما و شما در استخدام شده، مسلماً که نیاز به یک توضیح داره. هر وقتی که شما آماده بودین ما میتونیم برنامه شما را به صورت فردی هم ضبط کنیم و پخش کنیم و میتونیم دمی مجامع عمومی هم از شما تقاضا کنیم که تشریف بیارین. ایمیل و شماره واتساپ رادیو کتاب ما در پیامگیر نوشته کردیم. خیلی ممنون میشم که دوستا قدیما تماس بگیرن. پیشنهاد شما راه حل همه شمول بر افغانستان است تا بتانیم که از این جنگ و آینده های پروژه‌ای نجات بیافیم. واقعا تنها راه حل نمی است و ما باید تمام بتانیم این کار را به انجام برسانیم. حال خانم عذرا محسنی دستشان بالاست. عذرا خانم بفرمایید. دکتر صاحب یک بار دیگه از شما تشکر، بزرگواری کردیم. خواهش میکنیم. تشکر. ما در خدمت هستم و هر وقتی هم که خواسته باشین میشه سر موضوعات مشخص با آمادگی بتانیم صحبت بکنیم. در خدمت هستیم همیشه. بسیار خوب است. شما تماس بگیرین، ما در خدمت شما هستیم. قربان لطف. عذرا محسنی بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دانشمندان گرامی، استادان گرانقدر و همه کسایی که اینجا تشریف دارن. میفهمم آدمای بزرگ هستن، همه ایشان محقق، نویسنده، دکتر، همه ایشان بسیار چیزای خوب شنیدم. تشکر خاص از رادیو کتاب که با برنامه خوب و مفیدش که واقعا خیلی مفید است، واقعا خیلی روشنگری میکنه. نکته ای را که ما گم کردیم در اینجا و متاسفانه که خیلی باعث آزار نیمی از پیکره جامعه افغانستان میشه اوی است که فعلا زنها در افغانستان تحت سخت‌ترین شرایط سپری میکن. یک آدم اگر آزادیش رو میگیری، اگر حق تحصیل نمیتی، اگر حق بیرون رفتن نمیتی، اگر حق کار نمیتی، شما یک لحظه تصور بکنید یک زن بیوه‌ای که ما تجربه کردیم بیوه‌گیره نه بیرون شده بتونه و اون نه کار بتونه و نه او مکتب اولادش رفته بتونه، در درون خانه زندانی مطلق شما دقت کنید که چی رقم آدم تیر کنید. واقعا این درد است که ما تیر کردیم و این خیلی درد جانکاه هست، گرچه که در اون زمان که ما بودیم در این حد در تنگنا نبود. ولی چیزی که ما میخوایم بگم متاسفانه از بدر تولد ما که تقریبا 50 و چند سال تیر میشه در اینمی فجایع در افغانستان بود و هست. زن کم زده شده، زن نادیده گرفته میشه،
زن دست دوم حساب میشه. کسی هیچ مورد از او فکر نمیکنه و حقی برایش قائل نیست. ما اینمی شرایط فعلی افغانستان، اینمی طالب پروری را، امی بنبستایی که هرچی تلاش میشه در بنبست میخوره، اگر دقت کنیم به نظر من دقیق دمی میرسیم که مادر ما از صحنه کنار زده شده. مادر خودش مکتب است برای اطفال. شما دیدین مادرایی که میخواد بچهای خود پرورش بده، هزاران مورد شاید شما گفته باشین آفرین ده او مادر. اما کسایی که در کوچه و بازار میگرده احتیاط میشه، بسیار کسا در افغانستان نرمال است که میگه لعنت ده مادری، لعنت ده شیری که خورد. و این واقعیت اجتماعی است. وقتی مادر از صحنه کنار میزنیم فاجعه است. حضرت میخوایم گرچه که اینجا امروز برنامه شما مشخص در مورد شش جدی است، اما ما میخوایم که می فریاد خود در گوش همه شما بزرگوارا برسونیم که اعمال دمی شرایط. ما میشناسیم یک دوگانگی را که یک بچه یک دختر است. بچه روزانه میره مکتب و او دختر بکس از او تا دم دروازه میبره و گریه که خودش پس میره. اما در این وضعیت است مردم بین که ما فوکس کنیم بیشتر سر زیاد. چند نکته خیلی زیاد مهم است. اولا این که ما خیلی تلاش میکنیم در هر جای امی صدای لرزان و ناقص خود برسون. بین که روی زمین مسائل فوکس بکنیم. وقتی که ما یک جامعه را نیمش فلج میکنیم دیگه چطور انتظار داشته باشیم؟ اگر ما بخوایم برنامه ما پربارتر شود و ما بتونیم بند که سر زنا کار بکنیم در شرایط فعلی، ما کاری که میتونیم در این شرایط، هر کدام از دانشمندای گرامی خصوصا آقای فرمولی که خیلی خوشحال شدم از موجودیتشان در این چی، ما خواهش میکنم به عنوان خواهر کوچک شما که شما لطف بکنین دفعه بعد یک تحلیلی از اوضاع زنای افغانستان داشته باشین قدما. به خاطر که ما هرچی که کندکاو میکنیم برمیگرده در تاریخ‌های خیلی گذشته، چون چیزایی که در افغانستان بر زنا میده دیگه دنیا نیست. مثلا فروش زنا است، مثلا به بد دادن دخترها است، مثلا بدل کردنشون است، هزار و یک نوع سنگسار است، چیزی که در دیگه دنیا نیست. بین دمی فوکس بکنیم، امیر حداقل وقت بگذارین بر ما گاهی هر زمانی که میتونیم که سر زمین مسئله بیشتر فوکس بکنیم تا ریشه زمین یکم پیدا بتونیم. ریشه ازی در کجا بوده؟ چرا این جامعه اینطور شده؟ خب ما دیدیم در درون هر خانه وقتی که طالبا آمده، این حکومت ظالم طالبا را هیچ کس قبول نداره، ولی یک تعداد زیادی پیروی میکنه از اونا. دخترای خرد خود، مثلا دختر که 15 ساله در شوهر میگه طالب تور میبرد. این هم یک جفا است که ما میکنیم. این جفا در درون خانه های ما و شما ادامه داره. زیاد وقت شما رو نمیگیرم، فقط از استادای گرامی از همه شما خواهشمندم که گاهی وقت بگذارین بر زمین و تحقیق شوه و ریشه یابی شوه که علت اصلی از این بدبختی ها در کجاست. من فکر میکنم تا مادر افغانی آگاه نشوه، فرزند آگاه به بار آورده نمیتونه. و سلام. تشکر خانم محسنی، خیلی فرمایشات عمیق و خوب اشاره کردین. براستی که یکی از دلایل مشکلات جامعه افغانستان است که حقوق زن رعایت نمیشه. خب پیشنهاد شما یک وجه عمومی داشت به همه که در مورد حقوق زن توجه کنه. شما از رادیو کتاب 2-3 برنامه در مورد حقوق زن شنیدین. عرضمه ای است که خانم‌ها بیشتر سهم بگیرین و بیشتر در این مورد مداقه بکنیم. جناب آقای فرمولی، بزرگوار شما مخاطب بودین، اگر فرمایشی در این مورد دارین مایک در خدمت شماست. خواهر گران، هر جمع بسیار لطف و مهربانی کردن و امانت بزرگ
بر من محول ساختن. واقعا مقام و والای مادر آنقدر بزرگ است که خاک پایش باید سرما شود. من بعد از اون ایامی که خدمتتان عرض کردم که در تعطیلات خود قرار دارم، سفر پیشرو دارم، میتونم چیزهای به وصف مادر، مقام والای مادر و اینکه مادرها و خواهرای ما در افغانستان و چی مصیبت های از زمانهای دور به این طرف و خصوصا تای حاکمیت اون کسایی که دوزدارای گروه طالبان هستن، دوره اولش و دوره دومش، اونا به هر حال نظر شخصیشان است، آنقدر اینها زجر و شکنجه های گوناگون دیدن که واقعا به حال مادرها باید از یک بار نه 100 بار اگر زندگی فرصت بده بر ما 100 بار زنده شویم و 100 بار خود قربان رای مادرها کنیم کم است. ما در خدمت خواهد بودم. تشکر فرمولی صاحب بزرگوار. وقت رادیو کتاب هم به پایان رسیده. ما از همه مهمانای بزرگوار دانشمندا از حضور تک تک شما تشکر میکنم. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. لطفاً رادیو کتاب نقد بکنیم تا انتقاد پذیری در جامعه افغانستان رواج شود. ما در جستجوی حقیقت هستیم، اما هیچگاه مدعی آن نیستیم که هرچی ما میگوییم حقیقت محض است. هموطنان گرامی، اگر شما با دیدگاه‌های رادیو کتاب یا دیدگاه‌های یکی از بیننده ها مخالفت دارین، آزادانه میتونین در این برنامه ها اشتراک کنین. ما نظرات شما را میشنویم. تنها خواهشی که داریم از بکار بردن کلمات رکی و اهانت آمیز خودداری نمایین. شاد و سبز و خرم باشین به امید صلح در سراسر جهان، مخصوصاً افغانستان عزیز. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.